سلام، من مهدی موسوی ام و اینجا اتاق رسانه است. جایی که از تجربه‌های واقعی تولید محتوا و کار رسانه‌ای حرف میزنیم. نه قرار کلیگویی کنیم، نه چیزایی بگیم که توی گوگل هم پیدا میشه. فقط تجربه‌های عملی، چالش‌های واقعی و راه‌هایی که خودمون رفتیم و جواب داده. خوش اومدید به اپیزود اول پادکست اتاق رسانه. امروز قرار راجع به یه موضوع مهم توی تولید محتوا صحبت کنیم. اینکه چطور از طریق کامپیوتر یا لپتاپ توی اینستاگرام، روبیکا، ایتا و بقیه پلتفرم‌ها لایو بذاریم. چالش ماجرا چیه؟ خب همونطور که میدونید بیشتر شبکه‌های اجتماعی برای موبایل طراحی شدن و نسخه دسکتاپشون محدودیت‌هایی داره. مثلا توی ویندوز امکان لایو گذاشتن به صورت مستقیم وجود نداره، چون این قابلیت مخصوص اپلیکیشن‌های موبایله. اما ما توی انتشارات لیلةالقدر یه چالش بزرگ داشتیم. ایده ما این بود که یه برنامه لایو برگزار کنیم که توش شاگردهای مرحوم استاد علی صفایی حائری از خاطراتشون با ایشون بگن. و البته خب اشاراتی هم به اندیشه استاد داشته باشن و برای مخاطبا شرح بدن و مرور کنن. اما مشکل اینجا بود که یک، شاگردای استاد اکثرا سن بالایی دارن، حداقل بالای 50 سال و با تکنولوژی راحت نیستن. دو، اینترنت ایران و فیلترینگ باعث قطع و وصل شدن مداوم لایو های 2 نفره میشه. و سوم این که ما نمیخواستیم لایومون رو محدود کنیم به اینستاگرام. ما که داشتیم وقت میذاشتیم، ما که داشتیم بودجه بابت این کار خرج میکردیم، خب چرا بیشترین بهره رو ازش نگیریم؟ چرا فقط یه پلتفرممون رو ایمپروو کنیم؟ سراغ پلتفرم‌های دیگه هم بریم و اونا رو کنار نذاریم در واقع. خب راه حل چی بود؟ ما یه ایده به ذهنمون رسید و اونم این بود که لایو ضبط شده بذاریم. میدونم خیلی پارادوکسیکاله، مثلا هضمش سخته. لایو اصلا یعنی باید لایو باشه، ولی خب لایو ضبط شده چجوری میشه؟ یعنی به جای اینکه لایو رو مستقیم برگزار کنیم، اول یه مصاحبه حرفه‌ای توی یه استودیو ضبط کنیم، فیلم برداری، صدا برداری، بعد تدوینش کنیم و در نهایت به صورت لایو توی اینستاگرام و حالا بقیه پلتفرم ها پخش کنیم. با این ایده خب ما دیگه مشکل لایو 2 نفره رو نداشتیم، به خاطر اینکه خب همه توی یه لوکیشن بودن و همه با هم همونجا صحبت میکردن. و دوم این که دیگه دغدغه اینو نداشتیم که اون فرد مقابل، اون شاگرد عزیز که حالا خیلی با تکنولوژی آشنا نیست و مثلا فیلتر شکنش هم باید یه نوه 5 سالش مثلا بیاد براش روشن بکنه، دیگه مشکلات این چنینی نداشتیم و خب همه چیز توی یه لوکیشن واحد اتفاق می افتاد. و مزیت بعدیش این بود که وقتی ما یه محتوایی رو ضبط شده داریم، برای هر پلتفرم دیگه‌ای که وجود داره میتونیم متناسب با الگوریتم اون پلتفرم، متناسب با حتی گرافیکی که برای اون پلتفرم لازمه، باز تنظیم کنیم، باز تدوین کنیم و توی هر پلتفرم با مناسبات و مقتضیات خودش منتشر بکنیم. خب مثلا ما لایو رو در واقع فیلمی که داریم به صورت افقی گرفتیم، ولی خب حالا با یه کراپ ساده میتونیم اونو توی اینستاگرام هم منتشر بکنیم. یه ویدیوی 30 دقیقه‌ای یا 40 دقیقه‌ای خیلی حیفه که توی یوتیوب بارگذاری نشه. ما از همین طریق یوتیوبمون هم میتونستیم سر و سامون بدیم. خب برای لایو ضبط شده ما یه سری ابزار نیاز داشتیم که گفتم یه دوربین خوب برای ضبط تصویر حرفه‌ای، یه میکروفون با کیفیت برای صدای شفاف. خب ما فعلا داریم از همین میکروفونی که الان شما دارید صدای منو میشنوید استفاده میکردیم برای لایو. نورپردازی مناسب برای جذاب‌تر شدن تصویر خیلی خوبه. شاید نور خوب بتونه کیفیت پایین دوربین رو حتی جبران بکنه. ما خوشبختانه توی اون محیطی که فیلم برداری میکنیم جاییه که طبقه بالاست، پنجره‌های خیلی بزرگی داره و مثلا توی ظهر ساعت 12:01 یه نور فوق‌العاده
نرم شده دیگه، از شیشه پنجره هم که میخواد بگذره دیگه، این پنجره هم یه خورده بافت داره، نور رو میشکنه، یه خورده شفافش میکنه، معذرت میخوام، یه خورده نرمش میکنه، اصطلاحاً سافتش میکنه. و در واقع اینجور به شما بگم که ما با نور طبیعی داشتیم ضبط میکردیم و این یکی از نکات جذاب ضبط بود. در واقع ما هزینه‌ای بابت نور نکردیم، با همون نور طبیعی روز کارو ضبط میکردیم. که البته خب نور طبیعی یه سری مشکلاتی هم داره که خب مثلا شما محدود میشید به یه تایم مخصوص توی روز، مثلا شما از ساعت 9 صبح تا 3-4 بعد از ظهر میتونید دیگه ضبط خوب داشته باشید با یه نور خوب، بعدش دیگه شما نمیتونید عملاً ضبطی داشته باشید چون نور رو از دست دادید. بنابراین اگه بتونید هزینه بکنید برای یه رینگ لایت خوب یا یه نور خوب، طبیعتاً خیلی بهتره و دستتون بازتره. در مورد دوربین این پرانتز رو باز بکنم که ما خب اوایل تجربهشو نداشتیم، به مشکل خوردیم، یهو وسط ضبط دوربین خاموش شد و ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، مجبور شدیم یه نیم ساعت ضبط رو متوقف کنیم برای اینکه باتری دوربین شارژ بشه. سعی بکنید حداقل 2-3 تا باتری برای دوربینتون داشته باشید به عنوان زاپاس که هر موقع دوربین در آستانه خاموش شدن بود سریع باتری رو عوض بکنید، ضبط متوقف نشه و حالا رشته کلام اون سخنران از بین نره. توی بخش ضبط صوت هم این موضوع رو عرض کنم که طبیعتاً باید یه سیستمی داشته باشید که بتونید صوت رو با استفاده از اون ضبط بکنید. اگه قرار میکروفونتون رو به لپتاپ وصل بکنید، اگه میکروفون حرفه‌ای باشه مثلا کاندنسر خازنی باشه یا حالا حتی داینامیک، لازمه که یه رابطی بین میکروفونتون و لپتاپ یا کامپیوترتون وجود داشته باشه. اینجا مستلزم اینه که یه کارت صدا هم داشته باشید. خب کارت صدایی که من دارم آدینت آیدی 4، این سری جدیدشه که با کابل تایپ C هم میتونید روشنش بکنید. سری قدیمی ترش با USB مینی بود. کارت صدای خوبیه، توی رنج قیمتی خودش خیلی کاربردیه، میشه گفت جزء یکی از بهترینا توی رنج قیمتی خودشه. میان رد است در واقع. 2 تا کانال ورودی داره و 2 تا کانال خروجی. اگر هم که نمیخواید سراغ کارت صدا برید، باز لازمه که یه ریکوردر داشته باشید مثل ریکوردر زوم که میکروفونتون رو به اون وصل بکنید، با اون در واقع صوت رو ریکورد بکنید. که البته مانیتورینگ یه ریکوردر یه مقدار ضعیفه. من خودم چون گرافیستم و ترجیح هم اینه که همه چیز گرافیکی جلوم نشون داده بشه، مانیتورینگ وجود داشته باشه، بتونم شکل موج صوتی که داره ضبط میشه رو عیناً ببینم. من ترجیحم اینه که با سیستم کار بکنم، با ویندوز کار بکنم، ترجیحم کارت صدا. اما خب خیلیا با ریکوردر زوم هم کارشون راه میفته و اینجا دیگه بحث سلیقه و شرایط هم یه خورده دخیله به هر حال. اینا همه بحث سخت افزاری ماجرا بود. بخش نرم افزاریش هم خب اولین چیزی که شما بهش احتیاج پیدا میکنید یه فیلتر شکن خوبه، چون اگه قرار باشه توی اینستاگرام و یوتیوب لایو بذارید باید برید سراغ فیلتر شکن پولی. یعنی فیلتر شکن رایگان معمولاً پینگش خیلی بالاست، تأخیر زیادی داره، قطع و وصلیش زیاده و مخاطبانتون رو بیخودی اذیت میکنید. هم خودتون اذیت میشید، هم مخاطباتون تصویر درست و درمونی نمیگیرن از شما. هرچند برخلاف میل باطنیم این توصیه‌ای که دارم میکنم، چون تم مذهبی طور دارم و با فیلتر شکن خیلی میونه خوبی ندارم، اما خب ناچار به خاطر کاری که دارم انجام میدم لازمه که داشته باشم، استفاده بکنم و حتی بابتش خرج بکنم. پس یکی بحث فیلتر شکنه. دوم این که یه نرم افزار شما لازم دارید که واسط یا بهتر بگم رابط بین ویدیوی تدوین شده شما باشه با پلتفرم مقصدتون. یعنی چی؟ ببینید شما نمیتونید مستقیما ویدیوتون رو توی لایو اینستاگرام بارگذاری بکنید. نرم افزارهای وجود دارن که این قابلیت رو برای شما فراهم میکنن. یعنی شما ویدیوتون رو میدید به اون نرم افزار، اون نرم افزار متصل میشه به نرم افزار مقصد و به صورت لایو اون رو پخش میکنه. این همون گم شده ما بود از اول مسیری که تصمیم گرفتیم لایو برگزار بکنیم. این نرم افزار مهمترین بخش این مسیره در واقع. یکی از خوبی‌های نرم افزار OBS استودیو اینه که حالا من توی این مدیوم خب به هر حال پادکسته و تصویر نمیتونم به شما نشون بدم، اما خودتون اگه برید دانلود بکنید استفاده بکنید این قابلیت رو میبینید. یه حالت داره استودیو مود و شما وقتی اون قابلیت رو روشن میکنید اون تصویر خروجی شما رو به 2 بخش تقسیم میکنه.
یه بخش پریویو یعنی پیشنمایش و یه بخش پروگرام یعنی نرم افزار مقصد، در واقع خروجی نهایی شما. OBS استودیو این قابلیت رو برای شما فراهم میکنه که قبل از اینکه چیزی رو در خروجی یعنی در لایو نرم افزارتون اجرا بکنید، قبلش توی یه محیط دیگه ای به اسم پریویو، نمیدونم اگه لازم لایه‌ای رو خاموش بکنید، روشن بکنید، تغییر بدید، تکستی اضافه بکنید، کم بکنید، نمیدونم هر تغییری که میخواد توی تصویر خروجیتون اعمال بکنید، قبلش توی یه محیط ایزوله شده از خروجی انجام بدید که اگه یه وقت سوتی چیزی قرار اتفاق بیفته توپقی بزنید توی اون قسمت باشه و مخاطب شما اون رو نبینه. همه چیز رو اونجا مرتب میکنید، بعد یه دکمه داره ترانزیشن، اونو که بزنید همه تغییرات توی پریویو اعمال میشه توی خروجی، اعمال میشه توی بخش پروگرام. این قابلیتش قابلیت جذابی بود که به نظرم متمایز میشد از سایر نرم افزارهای دیگه‌ای که این کار رو انجام میدن، یعنی برای ما استریم میکنن. OBS استودیو این قابلیت رو داشت که منو جذب کرد. خب چجوری نرم افزار مقصد رو یا نرم افزار هدف رو به OBS استودیو متصل بکنیم؟ توی اینستاگرام به این شکله که یه علامت به علاوه وجود داره. خب هر موقع بخوایم پست بذاریم، استوری بذاریم، ریلز بذاریم، هر کاری بکنیم اون دکمه به علاوه رو باید بزنیم. توی نسخه وب اینستاگرام یا دسکتاپ شما وقتی اون به علاوه رو بزنید یه گزینه هم داره لایو. اون لایو رو که بزنید یه پنجره باز میشه که 2 تا لینک توش وجود داره یا 2 تا فیلد توش وجود داره. این 2 تا مشخصه، یکیشون استریم URL و یکیشون استریم کیه. یوتیوب اینو داره، روبیکا داره، اینستاگرام داره، توییچ داره، نمیدونم حتی اسنپ چت، خیلی نرم افزارهای دیگه که قابلیت لایو دارن. خلاصه این 2 ویژگی رو به شما تحویل میدن توی نسخه تحت وبشون. شما این 2 تا لینک رو یا این 2 تا متن رو کپی میکنید، میبرید توی نرم افزار OBS وارد میکنید. دکمه اوکی رو که بزنید یا اپلای رو که بزنید، OBS استودیو متصل میشه به اون پلتفرم مقصد. و حالا شما وقتی که استارت استریمینگ رو توی OBS استودیو کلیک بکنید، شروع میکنه به پخش کردن لایو توی نرم افزار مقصد شما. یه نکته بگم رفقا، گاهن پیش میاد که شما این 2 تا مشخصه رو میدید به OBS استودیو، منتها هرچی دکمه استارت استریمینگ رو که میزنید اتصال برقرار نمیشه، ارور میده. این علتش اینه که از لحظه ای که شما لایو رو ایجاد کردید توی نسخه تحت وب مثلا اینستاگرام، احتمالاً زمان زیادی گذشته. وقتی زمان زیادی بگذره اون لایو عملاً لغو شده است، هرچند اون پنجرش باز باشه، هرچند آماده به کار باشه. شما لازمه یه بار ببندید نرم افزار رو، دوباره برید اون لایو رو ایجاد بکنید و لینک های جدید بدید به OBS استودیو. درست میشه، معمولاً 90% مواقع درست میشه، دوباره شروع میکنه به استریمینگ. یه لیوان آب بخورم برگرد. خب ما توی رسانمون غالب مخاطبایی که داریم توی اینستاگرام نیستن از قضا. مخاطبین فعالمون بیشتر توی ایتا هستن. خب ما دوست داشتیم که مخاطبان ایتامون رو از دست ندیم. مشکل ایتا چیه؟ این که این 2 تا مشخصه رو به ما نمیده. در واقع این قابلیت رو نداره که بتونید از طریق سیستم، از طریق ویندوز لایو بذارید داخل ایتا. خب ما یه راه حل خیلی سوسکی پیدا کردیم براش و اونم این بود که تصویر ضبط شده رو روی یه مانیتور پخش کردیم و با یه گوشی رفتیم توی ایتا، یه لایو راه انداختیم، گوشی رو گذاشتیم به صورت افقی روبروی مانیتور. یه جوری تنظیم کردیم که دوربین فقط کادر مانیتور رو بگیره و البته که باید لامپ اون اتاق رو هم خاموش بکنید که رفلکت لامپ، بازتاب لامپ نیفته توی مانیتور، اونجوری تصویرتون خراب میشه، نورش اذیت میکنه دوربینتون رو. ما اینجوری تونستیم یه لایو توی ایتا برگزار بکنیم و البته به اون اندازه‌ای که مطلوب خودمون بود حرفه‌ای و با کیفیت نمیشد، ولی خب تنها راهمون بود و ناچار شدیم که این حرکت غیر حرفه‌ای رو بزنیم و هر طور شده مخاطبان ایتامون رو هم راضی نگه داریم. یه نکته هم در آخر اضافه بکنم، این که چطور میتونیم همزمان
توی چند تا پلتفرم لایو رو برگزار بکنیم. خب نرم افزار OBS استودیو یه ایرادی داره و اونم اینه که فقط به یک پلتفرم متصل میشه. ای کاش مثلا حالا توی آپدیت‌های جدید این قابلیت هم بهش اضافه بشه انشالله که بتونه به چند تا پلتفرم به صورت همزمان متصل بشه و لایو رو منتشر بکنه، استریم کنه اصطلاحاً. 2 تا راه داریم. یکی این که روی چند تا سیستم OBS استودیو رو نصب بکنیم و همزمان ویدیومون رو وارد بکنیم. هر کدوم از این سیستم ها رو متصل بکنیم به یه پلتفرم مختلف. مثلا یکیش رو متصل بکنیم به روبیکا، یکیشون به اینستاگرام. همزمان دکمه پلی رو بزنیم که توی هر 2 تا پلتفرم لایو برگزار بشه. یه راه بهتر هم وجود داره و اونم اینه که از یه سرویسی به اسم تکیه مدیا استفاده بکنیم که میتونه یه استریم رو همزمان روی چند تا پلتفرم پخش بکنه. میرید وارد سایت تکیه میشید، تکیه مدیا، اونجا یه گزینه داره پخش زنده. اونجا پلتفرم های مقصد رو مشخص میکنید، یوزرنیم پسورد رو میزنید که بتونه وارد بشه، دسترسی پیدا بکنه به پیج شما یا کانال شما و بعد در نهایت همه اینها رو مجموعاً توی اون 2 تا مشخصه جمع میکنه. یعنی در نهایت به شما یه استریم URL و استریم کی میده که میتونید بدید به OBS استودیو و این راه بهینه تریه به نظر من. منتها خب چون ما زحمت زیادی بابت پیجمون کشیدیم و کلی پول بابتش خرج شده، چند سال سعی کردیم این پیج رو سر پا نگه داریم، یه خورده حساسیت امنیتی داشتیم و دوست نداشتیم که یه ربات رو متصل بکنیم به پیجمون. ترجیح دادیم که به خاطر همین سراغ تکیه مدیا نریم و الان در واقع لایو هامون رو با چند تا سیستم به صورت جداگونه پخش میکنیم. بریم و برگردیم و کلام آخر. ما توی رسانه لیلةالقدر این مسیر رو طی کردیم که بتونیم یه لایو حرفه‌ای و بدون دردسر توی پلتفرم‌های مختلف داشته باشیم به صورت همزمان. این تجربه رو من سعی کردم با شما به اشتراک بذارم که شما هم اگه بخواید با کامپیوتر لایو بذارید سریعتر و راحتتر این کار رو انجام بدید. اگه شما هم ایده‌ای برای تولید محتوای خلاقانه دارین ولی نمیدونین چطوری اجراش کنین، تنبلی نکنین. یه قدم بردارین، شروع کنین از همین حالا. اگه سوالی داشتید کامنت بذارید یا دایرکت بدید، با هم راهشو پیدا می‌کنیم. دمتون گرم که حوصله کردید، گوش کردید ما رو. امیدوارم که این پادکست ادامه دار باشه. خودم هم تنبلی نکنم، ادامه بدم این کارو. البته که فیدبک شما خیلی برام مهمه. اگر بازخوردهای مثبتی گرفتم حتما با انرژی ادامه میدم. پس لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید. دم همتون گرم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.